عبدالعزیز کومیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان روز 5 ایول در توشکان گفت که کشورش در مجموع مخالف ساختمان نیروگاه راغون نیست، اما این ساختمان باید با نظر داشته منفعت کشورهای منطقه صورت گیرد. این نخستین بار است که رهبر سیاست خارجی و یک مقام بلندپایه ازبکستان درباره طرحی برای تاجیکستان سرنوشت سازی راغون به این لحن صحبت میکند. بیانات عبدالعزیز کومیلوف از موقع حکومت دوران اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان کاملا فرق دارد. کومیلوف در مسئله راغون در گفتگوی مستقیم اولینش در پرس کلوب بین‌المللی توشکند اظهار نظر کرد. در رابطه با شروع ساختمان این نیروگاه و موقع حکومت ازبکستان به دورنمای این طرح سوال از یک ساکن پریارالیه وارد شد. وزیر امور خارجه ازبکستان در پاسخ به این موضوع مفصل صحبت کرد و از جمله گفت برای حل بحث راغون سازمان ملل متحد دو اعلامیه را پیشنهاد کرد که مربوط به امودریا و سیردریا است. عبدالعزیز کومیلوف گفت امیدوار است مذاکرات گروه‌های کارشناسان در این زمینه به زودی شروع می شود و جانب‌ها به تفاهم دست می‌یابند. این تنها راه حل است، گفت وزیر امور خارجه ازبکستان. و در ادامه گفت آن که ما به شروع ساختمان راغون واکنش نکردیم به معنای نیست که موقع ما دیگر شده است. موقع پرینسیپالی ما که حفظ کردیم این است در جریان ساختمان چنین سدی عظیم باید موقع کشورهای بالا و پایانا به اینوبت گرفته شود، افزود عبدالعزیز کومیلوف. کومیلوف از تجربه بین‌المللی حل بحث‌های آبی میان آمریکا و کانادا، آمریکا و مکزیک و کشورهای خاورمیانه یاد کرد که موفقیت‌آمیز بوده است. وزیر امور خارجه ازبکستان اینچنین گفت کشورش خواستار روابط دوستانه و خوب با تاجیکستان است و این موضوع به گفته او اخیراً در یک فیلم مستند انعکاس شد که در تلویزیون محلی به نمایش درآمد. آخر ماه اکتبر سال 2016 در تاجیکستان با اشتراک پرزیدنت امومعلی رحمان مراسم ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون شروع شد. نیروگاه راغون از 6 اگریگات عبارت بوده. در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد. بر اساس نقشه چرخه اول و دوم نیروگاه راغون در سالهای 2018 و 2019 فعال شده، چرخه های دیگر مرحله به مرحله به کار انداخته می شوند.